салом алайкум ба тамоми мардуми тоҷик, он нафароне ки лаҳзаҳоро дар инстаграм, дар ютуб тамошо доранд. Аллоҳ хайр ва бараката насибтон гардона. нигоҳ кунем бародари азиз, ду нафаре ки мо видео кардем ва аз гумшавишон дар шумо муроҷиат карда будем ки барои ёфтанашон кӯмак расонен. алҳамдулиллоҳ соқ саломат пайдо шуданд. яке аз ино Муродов Абдуҷамил буд ки нишон шудагиша аз деҳаи шуроби ҳисор буданд. шуроби ҳисор. خلاصه الحمدلله برادر پیدا شد، سوق سلامت بوده، زنده بوده، ولی در قزاقستان قرار داره. خب دکومنتاش بود شدگی بوده، روسیه رفته گرانیتس گفته میگذارم. خلاصه چی گپ شدگی نمیدونم. نام نشون بوده. وقتی ویدیو کردیم در شبکه اینستاگرام گذاشتیم و در یوتیوب وقتی گذاشتیم، خب خودش زنگ زد. خودش هم من داد نویسونده. اول خیلی کم ترتیب صورتی من چی بموندی و هم کلی دودوی کار. خیلی ما گفتیم که ما را مراجعت کردن و خیلی گم شوید خبر دادن. با همو خاطر موندیم صورت بعدن قطعی خونگیشون گپ زده. خیلی سوق سلامت بوده. امی زنده بودگیشون، زنده پیدا شدگیشون برای ما بسای. اکوای چی به خونشون زنگ نزده، برای چی گپ نمیزده، اینش پرابلمی خودشه. خب بعد همون دخترک که گفتیم از ناحیه فردوسی گم شدگی بود. روزی از سنه 20 ماه ینور، اینا طول 3-4 روز بود به نام نشان. الحمدلله دخترک هم ساق سلامت پیدا شده، زنده بوده. این دخترک هم ترک سلامتیش خوب نبود، به همین خاطر همین خانه میبروه مثال به سمت نامعلوم میروه، ولی الحمدلله ساق سلامت پیداش کردن. هزار رحمت به اون نفرایی که در پنجشنبه همین ویدیو سبب شدن، لایک موندن، کامنتار کردن، پادیلیتسا کردن، در گروپ ها روی کردن. خلاصه من همین ویدیو را سبب شدن که پنجشنبه و این می آدم پیدا شد. خرسندی خانواده همینا انشالله که خرسندی ما و شما و ثواب هم میگیریم ای کاری کردگیمون. الان نگهبانتون. سلام علیکم برادرای عزیز. کازان کباب دیدین؟ اکسیای کازان کباب رفته سر در کتابخانه اسماعیل توجیک. ای روزی 19 سر شدگی بود اکسیا، تا روزی 26 دوام داره. یعنی تا روزی یکشنبه را. کدام نفرایی که در شهر سنت پترزبورگ قرار دارین، در تریتوری شهر سنت پترزبورگ، فراموش نکنین یا پارس کازان کباب، نیم تا نان و یک چایnik چای گفتی همون گپات چای گیزالا همش 300 روبل در یک جایگی 300 روبل میشوه. انا این فقط همین اکسیه تا روز 26 یعنی همین نرخ بیرون ای اکسیه برادرای عزیز. همین کازان کبابی ما قطعی مثال یک چایnik چای و نیم تا نان 480 روبل میشوه. 180 روبل همین ما سکیدکا کردگیم. یک هفته اکسیه مونده میکنه. مرحمت کنیم بیایم برادرای عزیز، دیر نکنیم. خب یک تمام بسه. در پنجشنبه این ویدیو را برادرای انشالله که کوشش میکنیم ویدیو را لایک پادلیتسا و با دیگران روان کنیم. نگفتنمون برادرها سیلکای تلگرام کانال من در کامنتار یکمو در اپیسان زکریپید میکنم برادرای عزیز. در اوجا در همین تلگرام من داکومنت های گم شدگی مثال نه بعضی بچه‌ها پاسپورتشون گم میکنن، داکومنتشون گم میکنن، بعضیش سومکش گم میکنه، یگم پراواش گم میکنه، حجتاش گم میکنه. من در همین تلگرام کانال اعلانش میتم به خاطر کی و در یوتیوب دیگه مونده نمیشه. همین یوتیوب پراویل شالش کرده، در یوتیوب دیگه صورت پاسپورت مونده و صورت پراوا و این چیزا رو مونده نمیشه. به همین خاطر دروین در تلگرام کانال ما ابونه شویم برادرای عزیز. خیلی 100 روز در بار میگن، یا روز در کار هیچ جاتون تنگ نمیکنه. یا روز میبینی که یک برادر یا خش تور یا رفیق نزدیک یگم حجت چه یگم شگم میکنه، شب در همونجا میپرتیم شه انشالله که پیدا میشه. همو قدم بسیار باشه، همو خوبی ما و شما ای برادرها که مثلا همون چیزای گم شدگی، آدمای گم شدگی، داکومنتای گم شدگی، همین چیزا تیز پیدا میشه. همو قدم بسیار باشه، همو تیز پیدا شدنش گفتی او گپا امکان داره، شانس داره. الان نگهبانتون گپ زیاد نمیکنیم، پناهتون بخدا.